کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اقبال نعمت الله سال تولدش 1991 ساکن دهه ارباب خاتون جماعت چهارتپه نویه سینوی شهر دوشنبه مدیر ریاست معارف نویه رودکی را با اتهام دست داشتن در یک سلسله جنایت‌های کروپسیونی دستگیر کردند. در این باره مرکز رابطه ها با جامعه کمیته دولتی امنیت ملی شام 6 مارس سال 2023 در یک گزارش ویژه در برنامه اخبار در تلویزیون تاجیکستان خبر داد. در گزارش گفته می شود که اقبال نعمت الله با آنکه از 31 اکتبر سال 2022 با فرمان وزیر معارف و علم تاجیکستان به مقام مدیر ریاست معارف نویه رودکی تعیین شده بود، در بین همگی 4 ماه کارش به چند جنایت کروپسیونی دست زده به شأن کارمندان سوای معارف اسناد آورده است. عجیب آن است که طور خود اقبال نعمت الله در این گزارش نقل می کند او بعد ختم دانشگاه آموزگاری در سال 2013 تا سال 2017 در مکتب به حیث معلم فن تاریخ کار کرده. از سال 2017 تا سال 2022 یعنی تا تعیین شدنش به مقام مدیر معارف نویه رودکی در شرکت فراز همچون راننده کار میکرده است. یک سوالی که در ذهنها پیدا می شود این است که وزیر معارف و علم به چه دلیل یک راننده را یک باره مدیر معارف یکی از بزرگترین نویه های تاجیکستان تعیین کرده است؟ بنا به این گزارش اقبال نعمت الله اعتراف کرده است که از روز اول کارش در منصب مدیر معارف نویه دست به کروپسی زده توسط علاقه های جنایتیش از مدیران مکتب های نویه برای تمجاری مبلغ های کلان می ستانیده است. از جمله در دوام ماه نوامبر سال 2022 اقبال نعمت الله یک جای با مدیر مکتب میانه رقم 182 نظرف قربانعلی رئیس اتفاق کسبه ریاست معارف نویه موجوده تبری و معاون مدیر معارف نویه رودکی رحیموف محبوبه با بهانه گذرانیدن از اتستاسیای دولتی از مدیران 36 مؤسسه تعلیمی با سوء استفاده از منصبش در مجموع 65700 سومونی پوره طلب کرده گرفته است. خود اقبال نعمت الله در این گزارشش میگوید در میانه های ماه دکبر به خاطر از اتستاسیا گذراندن مدیران مکتب ها از مدیر مکتب رقم 182 به مقدار 2000 سومونی، از مدیر مکتب رقم 123 2000 سومونی، از مدیر مکتب رقم 65 4000 سومونی، از مدیر مکتب رقم 66 5000 سومونی، از مدیر مکتب رقم 173 4000 سومونی گرفته. مراتبه دوم با میانروی رئیس اتفاق کسبه از مدیر مکتب رقم 36 3000 سومونی، از مدیر مکتب رقم 51 1500 سومونی، از مدیر مکتب رقم 180 1000 سومونی، از مدیر مکتب رقم 120 1500 سومونی، از مدیر مکتب رقم 84 1000 سومونی گرفتم. کمیته دولتی امنیت ملی در گزارشش همچنین گفت اقبال نعمت الله تعیینات کادری در مؤسسه های تعلیمات نویه رودکی را نیز در عوض پوره انجام میداد. از جمله در اساس مصلحت پیشکی از معاون مدیر مکتب رقم 117 نویه سینوی شهر دوشنبه شیروف ولی شیر 10000 سومونی رشوه گرفته او را به وظیفه مدیر مکتب رقم 73 تعیین کرده است. اقبال نعمت الله همچنین از معاون مدیر مکتب رقم 130 نویه فردوسی شهر دوشنبه غالب جان تاجدینوف 10000 سومونی رشوه گرفته او را به وظیفه مدیر مکتب رقم 72 در نویه رودکی تعیین کرده است. خود اقبال نعمت الله در این گزارش میگوید از تاجدینوف غالب جان اول 10000 سومونی گرفتم و بعد فرمانش رو برآورده به وظیفه تعیینش کردم. از شیر و ولی شیر که با او قبلا شناس بودم نیز 10000 سومونی گرفته سپس او را به وظیفه مدیر مکتب رقم 73 تعیین نمودم. اقبال نعمت الله به حبس پیشکی گرفته شده بازداشت بر اساس ماده 314 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام سوء استفاده از منصب دولتی پرونده جنایتی گشودند و مدیر مکنون سابق معارف نویه رودکی بر اساس این بند قانون همچون جزا و جریمه و یا تا 5 سال حکم زندان تهدید میکند. ولی تجربه دادگاه‌های تاجیکستان نشان میدهد که اکثر منصبداران با پوره به دست افتاده در نهایت با پرداخت یگان جریمه از جوابگری خلاص میشوند.